از قدیم گفتن یه مصر و یه نیل، طولانی ترین رودخونه دنیا که برعکس رقیب شماره 2 آمازون که دورش همش جنگله، نیل یه کاری کرده که دورش تمدن درست شده. هرودوت میگفت مصر اصلاً هدیه رود نیله. امروزش هم 95% جمعیت مصر دور نیل زندگی میکنه. من داستان کشورها همینطوری برام جالبه، داستان رودخونه ها هم برام قشنگ جالبه. وقتی دوتاش با هم ترکیب بشه دیگه میگم 100% این یه موضوعی که باید بریم شیجه بزنیم توی دریای منابع، قشنگ یک چند هفته‌ای شنا کنیم، غواصی کنیم تو کتاب و سند و پادکست و مستند و هر چی که گیر میاریم، بعد بیایم بالا اون چیزایی رو که فهمیدیم و فکر کردیم جالبه بیایم برای شما هم تعریف کنیم که گفت مکی به کعبه فخر کند، مصریان به نیل. نیلی که چند هزار سال وسط بازیه و همه چی اطرافش بهش وصله و بهش مربوطه، از سیاست و قدرت تا مشروعیت و ثروت. داستان مصر رو بگیم و داستان نیل رو. اول جغرافیاش رو ببینیم. نیل 2 سرچشمه داره. یکیش بهش میگن نیل آبی که از اتیوپی امروز میاد، یکیش هم نیل سفید که از دریاچه ویکتوریا میاد، یه جای مرز اوگاندا و تانزانیا و کنیا و اینای امروز. از اینجا شروع میشه میاد بالا، رو نقشه امروز که نگاه کنی از 9 تا کشور رد میشه تا میرسه به مصر و میاد بالا 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 تا دلتای نیل و آخرش هم میریزه به دریای مدیترانه. مثل یک بزرگراه طولانی نگاش کنین که از اون پایین داره میاد بالا، منتها نه امروز، نه امسال، نه این 1-2 قرن اخیر. 4500 سال پیش سنگ‌های بزرگی رو که این اهرام مصر رو باهاش ساختن تو این بزرگراه آوردن بالا. با جریان آب تو این مسیر نسبتاً صاف و سرراست آوردنشون بالا. کشتی‌ها اینطوری میومده بالا، سنگ‌ها رو میآورده و بعد برمیگشته. چطوری برمیگشته؟ با باد موافق برمیگشته، به خاطر اینکه نیل از این نظر خیلی خوششانسه یا مصر خیلی خوششانسه، به خاطر اینکه باز برخلاف مثلا آمازون، نیل باد موافق منظمی داره در مسیر شمال به جنوب، یعنی آب از جنوب میره به شمال، باد از شمال میره به پایین. واسه همین بزرگراه خیلی خوبی بوده نیل در دوره باستان. کمک کرده که در مصر تمدن‌های وسیع و یک پارچه و پایدار درست بشه، باز برخلاف آمازون. حالا ما تو سر آمازون میزنیم، نه اینکه آمازون هم واسه خودش عظمتی و داستانی داره که یه وقتی باید بگیم، ولی منظور اینجا داستان نیله که مصری به نیل فخر کند، به این خاطره که به نیل فخر کند. ولی فقط هم این نیست، یعنی اینکه گفتم این داستان راهه، ولی نیل فقط راه نیست. به جز راه یه چیز خیلی با کیفیت دیگری هم داره که بالا بردتش و اونم دلتای نیله. دلتا این مثلثه رو میگن در شمال نیل قبل از این که بریزه تو دریا. چیش خاصه این دلتا؟ اینش خاصه که رودخونه معمولاً یه خود غیر قابل پیش بینیه. آب ممکنه بیاد بالا، هرچی دورش هست مثلا بشوره یا ببره اینا. باز همین اطراف رودخانه کشاورزی ممکنه نشه. اطراف آمازون باز دوباره بگم کشاورزی خاصی روال نشد. مصر ولی یه خوشبختی دیگهش از اینجا میاد که نیل طغیانش تقریباً منظمه، نسبتاً منظم بوده. انقدر منظم بوده که دیگه در مصر باستان سال و تقویمشون رو اصلا با طغیان نیل تعریف میکردن. خدای طغیان هم براشون خیلی مهم بود، چون واقعاً اون همه چی دست اون بود. این نظم اگه به هم میخورد همون داستانی میشد که فرعون خواب دید 7 سال قحطی، 7 سال فراوانی، یوسف اومد خوابش رو تعبیر کرد. اون مال وقتی بود که این طغیان به هم خورده بود. کوه موش به دنیا آورد و نیل بزرگ پشه. خب یوزارسیف تو بگو، آیا نمیتوانیم نتیجه بگیریم که 7 سال فراوانی و پرمحصولی و 7 سال خشکسالی و قحطی برای مصر در پیش است؟ ولی معمولاً به هم نمیخورد. روال داشت تو اینا میتونستن طبق اون روال برنامه ریزی کنن. از همون موقع نیل انقدری برای مصری‌ها مهم بود که یاد بگیرن که باید رفتار این
رود رو پایش کنن. باید حواسشون باشه سطح آبش رو اندازه بگیرن. اصلا مالیات میخوان بگیرن از مردم، بر اساس سطح آب نیل بگیرن. یعنی واقعا دنیاشون و آخرتشون و زندگیشون و مرگ و قضا و خدا و همه چیشون یه جوری وصل بود به نیل. و حالا خب یه همچین چیزی، منبع ثروت و قدرت و اینا، طبعا نظر بقیه رو هم میگیره دیگه. یعنی هر کی اطراف اینا یه قدرتی پیدا میکنه فکر میکنه بریم یه سری هم به نیل بزنیم، یه سری هم به مصر بزنیم. البته رودخونه است، بالاخره مانع طبیعی خودش، یه دیوار دفاعی هم هست، ولی هر دیواری یک جایی میشکنه. نیل هم دیواری بود که بالاخره کسانی ازش رد شدن، از شرق و شمال شرقی آمدن و از نیل رد شدن، از آشوری ها تا ایرانیان هخامنشی. حالا میریم جلوتر میبینیم. ما فکر کردیم که چون داستان تاریخ مصر خیلی طولانیه، ما کاری که میکنیم یک مرور میخوایم بکنیم داستان تاریخ مصر رو، تو جزئیات و اینا نمیخوایم بریم، ولی میخوایم مرور کنیم و بعد ببینیم که تو هر دورش نقش نیل چی بوده، چیاش مهم بوده، چی کارا کرده و از اینجور چیزا. چون داستان مصر واقعا کار یه قرن و 2 قرن و 1000 و 2000 نیست. مصری‌ها قرن 20 پیش از میلاد تمدنی داشتن که تونسته اهرام بسازه. یعنی انقدر قدیمی. معنی این حرف اینه دیگه که زمان عیسی مسیح که به نظر ما خیلی دور میاد، به ما نزدیکتره تا به زمان ساخت اولین اهرام. یعنی ما الان مثلا میگیم که وای زمان عیسی میشه 2000 سال پیش، چقدر قدیمی. زمان عیسی مسیح و جولیوس سزار ممکن بوده که برگردن بگن که اهرام مال 2000 خورده سال پیشه، خیلی قدیمیه این اهرام. اون موقع خیلی قدیمی بوده. یه همچین فازی اهرام. بریم مرور تاریخی مصر و نیل. گفتم هرودوت یونانی میگه که مصر هدیه نیله. این که مصر هدیه نیل، اینو هر چی جلوتر بریم بیشتر میفهمیم یعنی چی. بیشتر میفهمیم چقدر درسته. نیلی که به مصری‌ها آب میده، ولی تقویمم میده، نظمم میده، مالیاتم میده، نظمی میده که باهاش اهرام ساخته میشه. چون اهرام میخواد ساخته بشه، یه تمدنی باید باشه که اینو بسازن. اصلا کلی کارگر باید باشن. این کارگرها باید یه چیزی بخورن. شما بگو همه برده، همه با شلاق و زیر ظلم و ستم. یک کربوهیدراتی لازم دارن دیگه. تمدن کربوهیدرات میخواد. کربوهیدرات تمدن مصر گندمی بود که کنار نیل درست میشد. اهرام این همه کارگر رو نون دادن، با گندم نیل ممکن میشد. اهرام ساخته شد، امپراتوری چرخید و 1000 سال حکومت‌ها یکی یکی آمدن و رفتن و نیل رو گرفتن. و اولش فرعون‌ها بودن از حدود 5000 سال پیش، یعنی وقتی در ایران هنوز دوران پیشا تاریخ، تازه تمدن‌های مثل جیرفت و تپه سیلک و اینا شکل گرفته. مال اون موقع هنوز خبری از هخامنشی که هیچ، هنوز خبری از مادها هم نیست، از خط هم نیست، از شاهنشاهی هم نیست. اول ولی مردمان بومی مصرن که دارن به خودشون حکومت میکنن. مصری‌ها در طول تاریخ میبینیم که دوران بسیار زیادی یکی از خارج از مصر داره بهشون حکومت میکنه، ولی اولش اینطور نیست. اول طبعا خودشون دارن به خودشون حکومت میکنن. از حدود 1650 پیش از میلاد یه دوره جدیدی شروع میشه، دوران سلطه خارجی ها بر مصر. اولیاشون هیکسوس ها هستن، مردمانی از شرق مدیترانه، احتمالاً از اطراف فرات آمدن و نزدیک یه 100 سالی اینا دلتای نیل رو گرفتن و شدن فرعون های مصر. بعد آشوریا رسیدن قرن 7 بعد از پیش از میلاد. بعد ایرانیای هخامنشی رسیدن 525 پیش از میلاد. کمبوجی پسر کوروش مصر رو گرفت، تاج فرعونی هم سرش گذاشت، سلسله 27م فرعونی ها رو شروع کرد. ولی 3 سال بعد از مصر داشت برمیگشت، مرد و بعدم داریوش با یک حرکت کودتا مانندی خلاصه رفت بالا. داریوش هخامنشی به نظر میرسه که درباره مصر یه چیز مهمی رو فهمیده بود که کمبوجیه نفهمیده بود. اونم این که مصر رو با شمشیر اداره نمی کنن. کسی که میخواد مصر رو اداره کنه باید نیل رو بفهمه. مصر رو با نیل اداره میکنن. فرمانروایی بر مصر یعنی فرمانروایی بر نیل، یعنی فرمانروایی با نیل. کار مهم داریوش میگن این بوده که با ساختارهای بومی مصر همراه شده.
ساتراپی مصر رو حفظ کرده، به نهادهای مذهبی اونجا دست نزده، لقب فرعونی و اینا گرفته برای خودش، ولی بر نیل شروع کرده حکمرانی کردن. مثلا میبینیم اون کانال معروفی که میگن پدر جد مثلا کانال سوئزه، کانالی که نیل رو وصل میکنه به دریای سرخ، این نشون میده که داره با نیل حکمرانی میکنه. یا قنات‌هایی که اونجا ساختن آب رو دورتر بردن، اینا حکمرانی با آب. اینا تفاوت مهمیه با حکمرانی که مثلا کمبوجیه میکرده و از درکی میاد به نظر میرسه که داریوش داشت و فهمیده بود که مصر داستانش مقداری متفاوته، با ایران فرق میکنه. حتی در ایران خب قدرت از بالا میاد، از مرکز امپراتوری از پارسه میاد، شاه قدرت داره، زمین قلمرو شاه و رودخونه ها هم دجله و فرات و اینا در سایه دیوان سالاری سلطنتی مدیریت میشن. در مصر برعکس داستان، مرکز اصلا خود روده، نیل مسیر حمل و نقل هست، منبع کشاورزی هست، ولی فقط این نیست، محور کیهان شناسی هم هست، نظم سیاسی و اجتماعی مصری هم از نیله. بر همینی که میگم فرمان روایی بر مصر بدون فهمیدن نیل اصلا ممکن نبود. مثل اینکه کسی در ایران بخواد پادشاهی بکنه بدون تخت جمشید، پادشاه هخامنشی. داریوش انگار که این نکته رو تا حد خوبی فهمیده بود. منتها شاهنشاهی هخامنشی ساختاری نداشت که بتونه خودش رو کامل با این منطق نیل محور مصر تطبیق بده، یا شاید نخواست یا هرچی دیگه. آخرای عمر داریوش دوباره مصر به هم ریخت. یعنی وقتی که خشایارشا رسید به مصر، عملاً دیگه این سرزمین جدا شده بود. خشایارشا هم دیگه اون سیاست‌های داریوش رو چندان ادامه نداد و ناآرامی و شورش و اینها، و دیگه مصر برای هخامنشیان فقط یک استان، یه ساتراپی بود، یه ساتراپی مهمی بود ولی حیاتی نبود، قلب امپراتوری نبود، عمق ژئوپلیتیکشون نبود، به بیان امروز بنیان شاهنشاهی ایرانی نبود و نشد. استان مهمی بود، گرفتنش، تسخیرش برای هخامنشیان پرستیژ زیادی داشت که دیگه ما این آخرین نقطه جهان شناخته شده رو هم گرفتیم، قلممون در غرب تا نیل هم میره. برای همین با اینکه از نیل استفاده میکنن ولی اونقدر درگیرش نشدن که مثلا فرهنگ مصر رو که میگیم نیل محور بود تغییر بدن، مثل فرهنگ ایران کنن، یا اینکه خودشون برن توش حل بشن. نه، اون یه چیزی بود در گوشه، اینا هم اینجا بر خودشون کار خودشونو میکرد. تا نوبت به زوال هخامنشیان رسید. نوبت اسکندر شد. در 332 پیش از میلاد اسکندر مقدونی آمد. اسکندر فقط نیامد که بجنگه، اومد و حکومت کرد. یعنی میخواست که یک حکومت ماندگاری درست کنه و میخواست اسمش رو کنار نیل ماندگار بکنه و کرد. اسکندر اسکندریه ساخت. اسکندر خیلی جاها شهرهای جدیدی ساخت به نام اسکندریه، ولی هیچ کدوم این اسکندریه مصر نشد که همین الان هم دومین شهر بزرگ مصر، این گوشه شمال غربی دلتای نیل، یک بندر یونانی، دروازه‌ای که نیل رو وصل میکرد به مدیترانه و در واقع به دنیای خارج، به جنوب اروپا. یک مرکز یونانی جدید و مدرن اون روز، وصل به نیل، وصل به شریان اصلی حیات مصر. این خیلی جالبه که اسکندریه مصر شد میراث ماندگار اسکندر. اسکندر میگم خیلی جاها اسکندریه ساخت، در بلخ ساخت، بین جیهون و هند امروز، یعنی اونجا سعی کرد چرخ بسازه، در شامات، اطراف بابل، ولی اینا به اندازه این اسکندریه هیچ کدوم ماندگار نشدن. اونی که ماندگار شد تا امروز اسکندریه مصر. میراث واقعی اسکندر در مصر، در حاشیه فتوحات اسکندر ماندگارتر که تا قرنها واقعا موند و نه فقط از اسکندر اسم اسکندر رو نگه داشت، بلکه فرهنگ هلنیستی یونانی معابی رو نگه داشت و گسترش داد و جای بسیار مهمی بود. باز برگردیم به جغرافی، جاش مهم بود. چرا همچین جایی لازم بود؟ من اینو مثلا نمیفهمیدم دیگه، تا قبل از اینکه جغرافی رو یه خورده واقعا دل بهش ندی اینو متوجه نمیتونی بشی. نیل اینجایی که میرسه به مدیترانه، خب میگم یه دلتاییه. قبل از اینکه این شهر رو بسازن یه باطلاق توری بود که بله قایق میتونست بیاد ازش رد شه، مثلا بیاد تو دریا، ولی این کافی نیست. یه جایی یه ترمینالی لازمه به زبان امروز که بشه نظم بهش داد و این اون
اسکندریه‌ای که اسکندر ساخت، یه شهر درست حسابی با خیابون و راه و اسکله‌ای و نه اینکه اونطوری وسط باطلاق باشه، یه خورده دورتر یه بندری که حالا همه چی بتونه بیاد اینجا و از اینجا بره، گندم بره، طلا بیاد، آدم بره، فرهنگ بیاد، دانش بره، اینا اینجا جمع بشه. درهای مصر اینطوری باز شد رو به دنیا، هم برای فرستادن و هم برای گرفتن. از این کارا چند بار در طول تاریخ شده دیگه. یکی آمده یه جای مهمی، یه شهری بنا کرده و واقعاً تا قرنها مونده. یه کسی با یه ویژنی این کارو کرده، با یه دید آینده نگری این کارو کرده، مثل قسطنطنیه، مثل اصفهان، مثل سن پترزبورگ، شهرهایی که با یه بلند نگری ساخته شدن و چند قرن بعد موندن. این اسکندریه یکی از ایناست و خب خیلی هم قدیمیه دیگه. و وقتی میگیم اسکندر ساخت، یعنی با فرهنگ یونانی ساخت، یعنی از اینجا و بعد از اسکندر با جانشینان اسکندر، سرداران اسکندر که این فتوحاتش رو تیکه تیکه هر کدوم یه جاشو برداشتن، در مصر شدن بطلمیوسیان. مصر یونانی معاب شد، هلنیستی شد. اسم خیلی از دانشمندا و آدما رو ما میشنویم فکر میکنیم که خب این یونانی بوده دیگه، حتما در یونان زندگی میکرده. دقیق که بشیم توش میبینیم نه خیر، اسمش یونانیه، در اسکندریه زندگی میکرده. چون یونانی معاب بوده اسماشون یونانی بوده همه. در اسکندریه بود که کتابخونه بود، در اسکندریه بود که دانش جمع میشد، دانشمندا جمع میشدن، کار علمی میکردن. ولی یونانی معاب شده بود. اشغال نظامی تبدیل شد به تصرف فرهنگی. اسکندریه شد مرکز علم و فرهنگ و کتابخونه و فلسفه و هنر و حالا میشه اینو دوباره مقایسه کرد. گفتیم هخامنشیان هم اومدن گرفتن دیگه، مصر رو گرفتن ولی شهر اینطوری درست نکردن. نیل رو مدیریت میکردن ولی شهر نساختن. بطلمیوسیا از نیل هویت ساختن. بطلمیوسیا البته از جای دیگه حکومت نمیکردن، از مصر داشتن حکومت میکردن، بر مصر حکومت میکردن، ولی اینا از نیل هویت درست کردن. آدم وقتی به این فکر میکنه میبینی که شاید به همین خاطری که مصر پارسی نشد هیچ وقت. در زمان تسلط هخامنشیان مصر یک استانی بود در پادشاهی هخامنشی، ولی در دوره اینا یونانی شد. یا حالا حتی از اون طرف هم میتونی ببینی وقتی ایران و مصر بعدن افتادن دست جانشینان اسکندر، مصر یونانی شد ولی ایران یونانی نشد. ایران یونانی نشد. یک چیزایی از فرهنگ یونانی معابی ازدواج کرد با فرهنگ ایرانی، ولی ایران یونانی نشد. شاید از جمله باز به خاطر نیل، به خاطر اینکه نیل یک شاهراهی بود که کمک کرد اینا بتونن همه مصر رو کنترل کنن، به همه مصر حکومت کنن. جغرافیای مصر به این خاطر اجازه میداد که کسی که حاکم شده بتونه به همه جا برسه، به همه جایی که حالا آدم زندگی میکنه. ایران اینطوری نبود. ایران بیابانی و کوهستانی، سلوکیان جانشین اسکندر توش هیچ وقت اون کنترل یک پارچه رو به نظر میرسه نتونستن به دست بیارن. حالا تفاوت‌ها اینا واقعا کار ندارم. خلاصه حرف اینه که مصر به وسیله نیل و از راه نیل یونانی شد. 300 سالی دست این بطلمیوسیان جانشین اسکندر بود تا قرن 1 قبل از میلاد که پای قدرت بزرگ دور مدیترانه به مصر باز شد. رومی ها آمدن. رومی ها کی رسیدن به مصر؟ رومی ها در دوره گذار بین جمهوری و امپراتوری روم رسیدن به مصر. جنگ داخلی بالا گرفته بود. امپراتوری روم کلن دور مدیترانه است دیگه. کلن جمهوری روم هم که گسترش پیدا میکنه دور مدیترانه گسترش پیدا میکنه. مصر هم در شرق یکی از صحنه‌های این جنگ داخلی میشه که اتفاقا راه مصر رو هم مثل راه فرانسه و اسپانیا و حتی بریتانیا به یک معنی جولیوس سزاره که باز میکنه. جولیوس سزار میشه اولین رومی که وارد مصر میشه، همونطوری که اولین رومی بود که وارد فرانسه و اسپانیا و حتی بریتانیا و ایناش. میره مصر، اونجا هم جنگ داخلیه بین کلئوپاترا و داداشش که داداشش البته شوهرش هم هست به رسم اون روزگار. جنگ داخلی بعد سزار و کلئوپاترا وارد یک رابطه عشقی سیاسی میشن. خیلی داستان هیجان انگیز و جالبی، از هیجان انگیزترین داستان‌های تاریخ اون دوران روم. واقعا داستان عشقی سیاسی ایناست. یه طرفش جولیوس سزار از بزرگترین فاتحان و
جنایتکاران تاریخ و یه طرفش کلئوپاترا، زنی که میگن اصلا مبدع تکنیک و هنر اغواگری بود، سداکشن بود. معروفه که میگن اینطوری نبود که خیلی قشنگ باشه مثلا یا چی، ولی یه جوری چیز میکرد که مردان قدرتمند یا مردایی که توهم قدرت داشتن افسون میشدن که دنبالش برن اون جایی که اون میخواد، حتی با اینکه میدونستن اون جایی که داره میخواد تهش نابودیه. یعنی میدونم داری منو میبری بدبختم کنی، ولی خوشا بدبختی که با تو بیام. یه فاز اینطوری. هنر اغواگری رو اصلا بعدن از جمله میگن از رو رفتار ایشون نوشتن. سزار خلاصه کمکش میکنه برادرشو بزنه کنار، خودش بشه فرعون مصر. کلئوپاترا هم برای اینکه تاج و تخت حفظ بشه خیلی هوشمندانه بازی میکنه و اتحادی داره با جولیوس سزار و حاصل این داستان یک پسری میشه، سزاریون، که بعدن این میگه من پسر سزارم و وارث سزارم و اینا. منتها داستان اینم جای خوبی نمیشه دیگه. سزار از مصر برمیگرده روم، خیلی نمیمونه، چند سال بعد در سنای روم میکشنش، ترورش میکنن. بعد دوباره روم هرج و مرج میشه، جنگ داخلی میشه، 3 مدعی هستن. یکیشون مارکوس آنتونیوس. این راه میفته دوباره میره مصر، اونم اونجا با کلئوپاترا دوباره وارد ماجرا میشه، هم عشقی هم یک دیگه اتحاد تمام عیار نظامی و سیاسی علیه روم درست میکنن. و مدعی دیگر قدرت در روم کیه؟ پسرخوانده جولیوس سزار مضروب مقتول، اکتاویان. اینم در روم مدعی قدرته. جنگ بین اینا بالا میگیره. اکتاویان که حالا ما بعداً به اسم آگوستوس میشناسیمش، چو میندازه که این آنتونی عقلش رو داده دست ملکه مصر، روم داره میفته دست یه زن خارجی و آخرش خلاصه در یه جنگ دریایی ناوگان این مصری‌ها رو آنتونی و مارک آنتونی و کلئوپاترا رو شکست میده و یک سال بعدم اینا در اسکندریه خودشون رو میکشن و دیگه مصر سقوط میکنه و میفته دست رومی‌ها. یعنی با مرگ کلئوپاترا دیگه فرعون‌ها تموم میشن، بطلمیوس‌ها تموم میشن، مصر رسما تبدیل میشه به یک استانی در امپراتوری روم. برنده این جنگ داخلی هم اکتاویانه، میره اسکندریه. اون سزاریون پسر کلئوپاترا و جولیوس سزار رو هم میکشه که دیگه ادعایی نمونه و از اینجا به بعد مصر میشه مستعمره روم، منتها یک مستعمره استراتژیک به خاطر گندم، به خاطر قله، میشه انبار قله روم. دروازه تجارت به شرق هست، انبار قله هم هست. دیگه مستقل ولی نیست، فرعونی نیست، یک استان اختصاصی امپراتور رومه. خاکش حاصلخیزه، نون مردم رومو داره میده و دیگه حالا آگوستوس و نیل. آگوستوسی که حالا من اینطوری که گفتم به نظر میرسه یک کسی بود وسط این جنگ، مثلا جنگ داخلی، این اومد و قدرت رو گرفت دیگه، ولی خیلی آدم مهمیه دیگه. حالا یه وقتی دربارش باید صحبت کنیم. اون موقع که خیلی آدم مهمی بود، اون موقع اصلا کسی خیلی خبر از پسر نجاری که در ناصره به دنیا اومده و قرنها بعد شهرتش عالمگیر میخواد بشه نداره. از مردم اون موقع مثلا اگه بری بپرسی که از هم اسران شما کیه که اسمش تو تاریخ میمونه، همه میگن آگوستوس. از مردم روم اگه بپرسی کسی نمیگه عیسی ناصری. اون موقع آگوستوسی همچین چیز خداست برای رومیا، در جایگاه خداست. و این میاد مصر رو میکنه انبار گندم روم. روم مدلش استعماری بود، یعنی میرفتن یه جاهایی رو میگرفتن، بعدن از منابعش و چیزایی که داشت اونا استفاده میکنن که خودشون شهروندان روم که نشستن در روم اینا صفای کامل داشته باشن در مرکز امپراتوری. از یونان انگور بیاد و از کجا شراب بیاد و از کجا چی بیاد و از مصر هم گندم بیاد. مصر انقدر مهم شد که دیگه مستقیما زیر دست خود امپراتور اداره میشد و رومیا یه جوری با مصر رفتار میکردن که هم فاتحان قبلی مصر باهاش رفتار نمیکردن، هم رومیا با بقیه استانهاشون، با بقیه فتوحاتشون اینطوری رفتار نمیکردن. به خاطر همین گندمی که داشت و به خاطر استراتژیک بودنش ندادن مثلا رومو به یک ژنرالی، به یه سرداری، یه اشرافی مثلا که اون اداره کنه یه مالیاتی به امپراتور بده. روم دست خود امپراتور موند. یکیو میذاش اونجا انباردار. گندم مصر به روم نمیرسید، نون مردم کم میومد، اوضاع به هم میریخت دیگه. بر همین خیلی حواسشون بود و حواسشون انقدری بود که سیستم اونجا رو هم خیلی دست نزنن. بوروکراسی روم همه جا تقویمش با تولد امپراتور بود، مالیاتش یک دست بود،
به جز مصر. تو مصر تقویم و مالیات و اینا همه چی با نیل بود. اصلا حکومت به مصر برای رومیا واقعا شبیه اداره انبار غله بود. انبار چطوری اداره میکنن؟ یه نگهبان میذارن، کنترل میکنن، فشار، همینطوری اداره میکردن دیگه. این معابد و نهادهای بومی و اینا هست، عوض کردن همه رو، زبان بومی مصری رو حذف کردن، مالیات بالا بستن. میگن رومیا بودن که مصر رو برای همیشه فرستادن به حاشیه. یه طور یعنی حاشیه بود که حتی بعدن که روم مسیحی هم شد، همه روم مسیحی شد، مصری‌ها یه جور مسیحی خاصی شدن، مسیحی در حاشیه، مسیحی قبطی شدن، از اون شاخه‌های مسیحیت یعقوبی که خیلی با این مسیحیتایی که ما الان بیشتر اسمشون رو شنیدیم و میشناسیم متفاوته. یه چیزایی از فرهنگ بومی مصر توشه، یه چیزایش متفاوت از روم، خلاصه در زبانش، در الهیاتش، در داستانهاش، همش یه تفاوتایی با مسیحیای دیگه داره. مصر خلاصه اینطوری مصر و نیل دست روم هست. یه مدت کوتاهی ایران ساسانی میاد مصر رو میگیره، بعد دوباره روم شرقی بیزانس میاد مصر رو میگیره و باز در همه این مدت‌ها مصر در حاشیه است. در حاشیه است ولی مهمه، تا اینکه نوبت میرسه به مهاجمان بعدی. داریم میبینین دیگه همش داستان مهاجمانیه که میان مصر رو میگیرن و یکی از این ور یکی از اون ور، بالاخره میان میگیرن مصر رو و بهش حکومت میکنن. و مهاجمان بعدی قدرت جدیدی هستند که در منطقه بزرگ شدن از شرق مدیترانه در قرن هفتم و چشمشون به گندم مصر و به بندر اسکندریه. کی؟ امپراتوری اسلامی یا خلافت اسلامی. سپاه اسلام به فرماندهی عمرو عاص رفتن به فتح مصر. مصری که چند قرنی بود عادت کرده بود که یه کسی که دینی و فرهنگی باهاشون فرق داره بهشون مسلط باشه، باز دوباره فتح شدن به دست یه قدرت خارجی دیگری. این بار رفتن در حکومت عرب‌ها. عرب‌ها البته لب نیل نموندن، در اسکندریه نموندن، شاید به خاطر اینکه زمان خلافت عمره، شاید به خاطر اینکه عمر نگران بود که اینا اگه بمونن توی شهر آباد و برقرار و اینا پاگیر بشن، اون شوق جهادشون کم بشه، گفت برن جلوتر، اونجا جلوتر یه جایی بمونن و اینا هم رفتن جلو. یه آبادی پیدا کردن اون طرفتر در دل خاک، اونجا رو کردن مرکز مصر، یه جایی به نام فستات، شهریه که عمرو عاص درستش کرد در مصر. اولین مسجد کل قاره آفریقا رو هم میگن در این شهر بنا کرد، بعدن قاهره هم کنار همینجا ساخته شد. عمرو عاص کلا توی شخصیت‌های دوران اسلامی، چه در دوره خلفای راشدین چه بعدش دوره اموی، بیش از همه در مصر بود. هم خودش فاتح مصر بود، هم بعدن دوباره برگشت و طولانی‌تر زمان معاویه اونجا حکومت کرد. کلا هم همش میرفت پیش معاویه چیز میکرد که مثلا منو بفرست مصر رو، میخوام برم حاکم مصر بشم و داستانا اینطوری داشتیم. آخرش هم رفت حاکم مصر شد و اونجا بود. دوره اسلامی از حالا راشدین تا اموی و بعد عباسی دوره اسلامی شدن و کم کم عرب شدن مصر. حکومت از راه دوره، مثل دوره رومیان، مثل قبلترش دوره هخامنشیان. مردم همچنان زیر مالیات سنگینن، همچنان تفاوت دینی دارن با مرکز، همچنان نارضایتی دارن و نیل همچنان نقش مهمی داره و گندمی که در دلتای نیل درست میشه همچنان حیاتیه و از مصر میره بیرون. این بار میره به فلسطین، میره به شامات، میره به حجاز و نیل همچنان مسیر انتقال کالاست و مسیر انتقال نیروی نظامی برای کنترل مصر و همچنان ابزار مالیات تعیین کردنه و خلاصه همچنان قلب تپنده مصره. این داستان هست. امویان میرن، عباسیان میان. امویان رو انگلیسی میگیم امیاد، عباسیان رو میگیم عباسید. اینا خلاصه میرن، اونا میان، سیاست همچنان همونه، مالیات سنگین مصر، حالا به جای اینکه مثلا بره دمشق میره بغداد، ولی مصر همچنان استانیه در امپراتوری اسلامی. ولی امپراتوری، خلافتی که کم کم میدونیم قدرت مرکزیش داره کم میشه، نه فقط روی مصر کم میشه، کلن داره کم میشه. عباسیان رو میدونیم 500 سال حکومت کردن، 100 سال اولش قدرتشون زیاد بود، 400 سال یعنی 4 قرن بعدیش
کم کم قدرتشون کم شد. تو ایران این کم شد و ما میدونیم یه خورده قصهشو. قدرت‌های محلی در اومدن، طاهریان و صفاریان و سامانیان و اینا، حالا در منتهای شرقی امپراتوری خلافت اسلامی، تا سلسله ساجیان کمتر شناخته شده در غرب ایران. اینا کم کم اومدن گرفتن دیگه، قدرت رو از عباسیان گرفتن توی همون قلمرو. در مصر هم همینطوری میشه. عباسیان توجهشون کم میشه به مصر و به نیل، از جمله به خاطر اینکه اینا تو بغدادن. خب به گندم بین النهرین و خوزستان و بصره و اینا دسترسی دارن، واقعا دجله و فرات بغل گوششونه، شاید خیلی هم به نیل توجهی ندارن. مصر مهمه براشون ولی نه به اندازه قبلیان. نون شبشون از مصر و از نیل نمیاد و کنترل خلیفه کم کم روی مصر کم میشه. کم کم در مصر هم قدرت محلی درست میشه که برگ برندش اینه که حواسش به نیل هست. همش داستان مصر داستان نیله. یکی میخواد بیاد بالا باید حواسش به نیل باشه. خلاصه همون موقعی که در اطراف ایران قدرت‌های مستقل، تقریبا نه مستقل از خلیفه ولی یه خورده مستقل از خلیفه دارن سربلند میکنن، در مصر هم که اون طرف سرزمین‌های اسلامیه همینقدر از خلیفه بغداد دوره، ترک تبارهایی که اونا هم اصل و نسبشون از فرارودان بوده، ماوراءالنهر و شمال خراسان، اینا شروع میکنن قدرت گرفتن. اینا رو خلفای عباسی بهشون اول فضا میدن یه خورده در مقابل امرای ایرانی تبار و اینا، ولی کم کم که جاگیر پاگیر میشن خودشون شاخ و شونه میکشن برای خلیفه و تو مصر این غلامان ترک تبار به نیل میرسن و کانالا رو بازسازی میکنن و با اونی که والی مکه است ردیف میشن و کم کم یه پایه‌ای درست میشه که مصر رو اساساً از خلیفه مستقل کنن. میگیم به نیل میرسن یعنی کشاورزی دوباره رونق میگیره، یعنی ثروت به مصر برمیگرده، یعنی اینا میتونن یه ارتش محلی درست کنن، یعنی حالا زور دارن، قوی شدن و خب وقتی قوی میشن میگن چرا به خلیفه مالیات بدیم، چرا بدیم خلیفه بخوره، خودمون میخوریم. یعنی مصر به پشتوانه سر و سامون گرفتن نیل میتونه اصلا مستقل بشه از خلیفه عباسی. یه طوری مستقل بشه که اصلا یکی اونجا شروع کنه حکومت کردن بگه خلیفه منم. از قرن دهم یه حکومت اسلامی جدیدی در مصر میاد، امپراتوری فاطمی، خلافت فاطمیت. اینا از غرب نیل اومدن، برای اولین بار یکی از اون ور اومده حاکم شده، مسلمونن، شیعه اسماعیلی هن و امپراتوریشون رو با همین ایده گسترشن، با ایده اسلام شیعی اسماعیلی. مبلغ دارن، داعی های خیلی معروفی دارن مثل ناصر خسرو و حسن صباح و اینا که تا شرق و خراسان و اینا میرفتن ایده های فاطمیان رو تبلیغ میکردن. دفعه اوله که از مصر ایده ای داره میره و شروع میکنه به گسترش به سمت شرق و تا ایران هم میاد. این خیلی مهمه، حکومتی با ایده ای میخواد خودش رو گسترش بده از مصر. دفعه اولش قرن 10، دفعه دومش 20 قرن، 10 قرن بعدش در قرن 20. حالا جلوتر بهش میرسیم. زمان جمال عبدالناصر هم ایده ای در مصر پا میگیره و میخواد حکومت مصر این ایده رو صادر کنه به اطراف، به مرزهای، به اونور مرزهای مصر. اولیش ولی قرن 10 زمان امپراتوری فاطمی که اینا بنیانگذار الازهر هم هستند و دارن بغداد رو و اصلا خلیفه عباسی رو به چالش میکشن دیگه. میگن این حکومت اسلامی این که حواسش به نیل هست، پایه مشروعیت در مصر میدونن از نیل میاد، از طبیعت میاد، اینجا بخوان حکومت کنن باید با نیل ردیف باشن. انقدی بلدن که آیین‌های مذهبیشون رو وصل میکنن به نیل، جشن وفای نیل میگیرن، فراعنه رو زنده میکنن، روز شروع طغیان نیل رو جشن باشکوه میگیرن. سالهای پرآبی خلیفه فاطمی خودش میاد شرکت میکنه. این نیلومترها رو که مثلا آب نیل رو باش اندازه میگرفتن، اینا رو میدن روغن کاری میکنن. بعد از مدت ها کنار اینا تا صبح قرآن و مناجات و گره میزنن حکومت اسلامی خودشون رو به نیل و 200 سالی حکومت میکنن. حکومت فاطمی، امپراتوری قدرتمند فاطمی. 2 یادگاری مهم هم ازش امروز در مصر هست. اینا قاهره رو ساختن کنار همون فستاد که امروز پایتخت مصره، و ازهر رو ساختن. الازهر رو که مدرسه علمی مهمیه و الان دیگه دانشگاه مهمیه. توی یه ویدیوی دیگری دربارش صحبت کردیم. ایدهشون این بود که با مسجد و مدرسه ازهر
بیان جای خلفای عباسی رو بگیرن، یعنی به جای اینکه خلیفه پیغمبر سنی باشه در عباسی در بغداد، شیعه باشه، شیعه اسماعیلی در قاهره که البته نشد. حالا اینا مدرسه شون هم مثلا بعد از اینا شد مدرسه سنی و اینا، ولی مدرسه شون هنوز هست دیگه. میدونیم بعد از 10 قرن مدرسه هست، نه در کل مصر بلکه در همه جهان اسلام مهمه. ولی این فاطمی ها همینطوری که با نیل آمدن بالا، با نیل هم رفتن پایین. یعنی نیل 7 سال طغیان نکرد، سطح آبش کم شد، گندو کم شد، قحطی 7 ساله شد. حالا اینا هم اختلافات جانشینی هم داشتن، ضعیف شده بودن. وقتی مهاجم خارجی آمد از پسش بر نیامدن و مصر افتاد دست یک گروه جدیدی. کی؟ صلاح الدین ایوبی. طوفان صحرا در انتظار توست، همانند خرگوشی تو را شکار خواهم کرد. صلاح الدین رو ما بیشتر به خاطر جنگ‌های صلیبی ممکنه اسمش رو شنیده باشیم. منتها یه بخش مهمی از موفقیت‌های سیاسی نظامیش اونم برمیگرده به مهارتش در اداره نیل. ایوبیان یه حکومت نظامی بودن، یعنی قدرتشون از خاندان و شجره‌نامه و اینا نمی اومد، از یه ارتشی می اومد وفادار و حرفه‌ای. و برای اداره همچین ارتشی درآمد پایدار لازمه و درآمد پایدارم از کشاورزی کنار نیل می اومد. واسه همین اینا هم با اینکه میگیم شمشیر و جنگاور و اینا، ولی اینا هم با نیل حکومت کردن. تقویم مالیاتیشون رو با طغیان نیل تنظیم کردن، زمین‌ها رو طبق سطح آب نیل تقسیم بندی کردن. سیاست مالیشون سیاست آبی بود. این ایوبی‌ها هم فقط با شمشیر حکومت نکردن، نیل رو هم حواسشون بهش بود. بعدیاشون هم همینطور. بعد از ایوبی‌ها مملوک‌ها حکومت مصر رو گرفتن، ممالیک. اینا هم سربازهای ترک و چرکس بودن که اول غلام‌های نظامی ایوبیان بودن، ولی کم کم قدرت گرفتن و خودشون سلطان شدن و اصلا امپراتوری رو گرفتن و بعد اینا هم نشون دادن که بجز شمشیر زدن سازنده های قهاری هم هستن. قاهره رو مملوک ها بودن که تبدیل کردن به یکی از ثروتمندترین و فعالترین و زنده ترین شهرهای اسلامی در دنیای قبل از کانال سوئز، دنیای حتی قبل از کشف دماغه امید نیک، قبل از اینکه آدمیزاد بفهمه که اون پایین آفریقا باز میشه رفت. اون موقع فکر میکردن که پایین آفریقا در اقیانوس هند دریاچه است دیگه، فکر نمیکردن باز باشه، دریاست، جداست. تو اون دنیا تجارت بین هند و اروپا، که یعنی بین هند و مدیترانه، از مصر رد میشد و مصر مسیر دریایی زمینی موازی و مکمل راههای ابریشم بود. گاهی امن‌تر از مسیر زمینی آسیای میانه هم بود، گاهی سریعتر و پرسودتر هم بود برای تاجران اروپایی و از این تجارت مملوکا خیلی استفاده کردن. گمرک گرفتن، مالیات گرفتن، با اون ثروتشون دولت رو در قاهره اداره می‌کردن، ساختن قاهره رو. وقتی که پرتغالیا مثلا میگیم قرن 15 رفتن مسیر دماغه امید نیک رو باز کردن، اینا همین مسیر مصر رو داشتن دور می‌زدن، چون دیده بودن که وسط شاهراه تجارت بودن چه رونقی میتونه بیاره. اینا میخواستن برن همین راه خودشون رو بس کنن، به همین راه، سر همین راه بشینن. عثمانی اومده بود از وسط نمیشد، اینا رفتن از راه خودشون برن، از بندرهای دریای سرخ و از اینا جدا بشه. پس حرف ولی چیه؟ حرف اینه که مملوک ها هم به نیل تکیه کردن، به نیل و به تجارت. از نظر نظامی هم که تکلیفشون معلومه، اینا هم تو جنگ‌های صلیبی ایستادگی کردن، هم اینا اونایی هستن که مغول‌ها رو شکست دادن. مغول‌هایی که تا دروازه شام آمده بودن در نبرد معروف عین جالوت از همین مملوک‌ها شکست خوردن، که یکی از نقاط عطف تاریخ خاورمیانه است دیگه. از اون جاهایی که برگردی اگر اینا مغول‌ها رو شکست نداده بودن چی میشد؟ مغول‌ها تا کجا میرفتن؟ خلاص تا میرسیم به قرن 14 میلادی. قرن 14 قرن سیاهیه برای مصر. تا اون میاد، نیل یه مدت طغیان نمیکنه، قحطی میشه، شورش میشه، جمعیت نصف میشه، سیستم ضعیف میشه، تا رقیب تازه نفس دوباره از خارج بیاد و مصر رو بگیره. این بار کی؟ عثمانی، ترکان عثمانی. 3 سال بعد از این که در چالدوران در لشکر شاه اسماعیل صفوی پیروز شدن، در 1517 سلطان سلیم اول با ارتش منظمش از آناتولی میاد و مملوک ها رو شکست میده و قاهره رو میگیره و مصر هم میشه یک استانی در امپراتوری عثمانی.
دوباره مصر میفته توی حکومتی که داره از خارج از مصر بهش حکومت میکنه، این بار از ترکیه امروز. و عثمانیان میشن از اونایی که با مصر سرد برخورد میکنن. مثل فاطمیان نمیان شهر بسازن، آیینشونو قاطی کنن با مصر. مثل بطلمیوسیا، مثل عربها حتی فرهنگ تازه نمیارن. یه والی میفرستن اونجا مالیات جمع کنه ببره. یعنی برای اینا مصر میشه جای مهمی ولی در حاشیه، مرکز اقتصادی امپراتوری نیست. انبار هست، یه خورده شبیه حالی که رومی ها 13 قرن پیشش داشتن با اینا، ولی اونطوری مهم نیست. و این خیلی غم انگیزه برای مصر، به خاطر اینکه این همون دوره‌ای که رودخانه های دیگری در دنیا داره نقششون عوض میشه. تیمز در لندن همون موقع داره قلب امپراتوری بریتانیا رو میسازه، کشتی میسازن، دنیا رو میرن از اینجا شروع میکنن بگرفتن. راین در اروپا با بندر و کانال و پل و تجارت داره شکوفا میشه. در آمریکا میسیسیپی داره وارد بازی جهانی میشه، یا حالا جهانی هم نه، همونجا داره رونقی میاره. امپراتوری بعدن ساخته میشه با اینا. در چین امپراتوری چین داره برای مدیریت سیلاب‌ها و توسعه کشاورزی اینا پروژه های بزرگ آب و کانال و اینا اجرا میکنه. ولی نیل در مصر، همون نیلی که 1000 سال پایه تمدن بود و اینا، حالا تنها اونجا افتاده. یه بارونی بیاد مثلا مالیاتش هنوز با همون خطکش آب اندازه بگیرن، نه اسکله‌ای ساختن توش، نه کانالی توسعه دادن، نه فکری برای آیندهش میکرد کسی. واقعا در دنیایی که دنیا داشت جلو میرفت، برای نیل زمان متوقف بود، ایستاده بود. و خب دنیای دیگری که جلو رفته و خیلی مدرن شده قوی شده، و وقتی قوی شده آماده یورشه. توی همین وضعیت نیمه خواب زده بود مصر که یک قدرت تازه نفس اروپایی حمله کرد با یه هدفی بزرگتر از تجارت. فرانسه ناپلئونی چشمش افتاد به مصر و آمد به مصر نه فقط برای اینکه گندم بگیره ببره، اومد به مصر با ارتش، با مهندس، با نقشه‌کش، با کلی باستانشناس. ناپلئون پا گذاشت به ساحل اسکندریه. نیلی که تا اینجا در دوره‌های مختلف منبع ثروت بود برای مصر و مردم مصر و حاکمان مصر و غذاشون رو میداد و روزای خوب قدرت و آبادیشون رو براش می آورد و هر وقتی لازم بود میتونست دیوار دفاعی میشد و اینا، الان یه نقش جدید پیدا میکنه. نیل میشه دروازه ورود مدرنیزاسیون به مصر. میگن زمان حمله ناپلئون به مصر، مدرنیزاسیون وارد مصر شد از دریچه نیل، از راه نیل. ناپلئون در اروپا جنگ‌ها و فتوحات و اینایی کرده بود، حالا اومد سراغ اون سرزمینی که فاتحان بزرگ از کمبوجیه و داریوش تا اسکندر تا خسرو پرویز تا امروآس تا صلاح الدین ایوبی، هرچی فاتح بزرگ بود رفته بود اینجا رو گرفته بود، پرچم کوبیده بود. ناپلئون هم وسط لشکرکشیاش به اروپا، وسط مقابله با امپراتوری بریتانیا، مسیر رو کشید به سمت مصر. رفت به مصر. چرا؟ هم مصر خودش جای مهمی بود، بالاخره مسیر ادویجات و پارچه و شکر و فلان اینا بود برای تجارت اسکندریه، و هم به فکر رفتن به شرق بود، مخصوصا اینکه بتونه بدون دور زدن آفریقا برسه به شرق براش مهم بود. ضمن اینکه میدونست برای اینکه حالا دشمن اصلیش بریتانیا هم بهش ضربه بزنه، شاهرگش رو بخواد فشار بده، شاهرگ امپراتوری مسیری که لندن رو وصل میکنه به هند، پاشو باید رو اون بذاره. برای این بود که راهی مصر شد. لشکر ناپلئون با کشتی اومد خودش رو رسون به اسکندریه، از اون ور مدیترانه به این ور مدیترانه در 1798 بخوایم ببینیم کی میشه زمانی که فتحعلی شاه در ایران رقبا رو زده کنار، نشسته به جای عموی تاجدارش، داره میره که حکومت قاجارها رو بر سرتاسر ایران تثبیت بکنه. میشه زمانی که اونور دنیا در آمریکا دارن کم کم عادت میکنن به این که یکی میاد چند سالی اون بالا میشینه و بعد بدون اینکه شمشیری بزنن و بدون اینکه توپی در کنن و گوش همو ببرن و قاشق بنزن چش هم دیگه رو در بیارن و اینا، یکی اون از تخت میاد پایین، یکی دیگه میره بالا به جاش میشینه. اون موقع ناپلئون حمله میکنه به مصر. به مصری که رسما توی حکومت عثمانیه، ولی عثمانی انقدر خودش ثمن داره که واقعا به یاسمن مصر نمیرسه دیگه. مصر در حکومت محلی همون ممالیکه در واقع دوباره
بی ثبات، آشوب داره، در یه نقش محلی فرو رفته، از مسیر تجارت جهانی خارجه. عثمانی هم ثبات درست حسابی نداره واقعا. تو بالکان شورش، نمیدونم از طرف روسا تحت فشار، قفقاز با ایران درگیره، تو خود آناتولی آشوب، تو خود استانبول دربار گرفتار فساده. وضع عثمانی خوب نیست. سالهاست که خیلی از ایالت‌ها واسه خودشون دارن کار میکنن، منتظر فرمان و سلطان هم نیستن. مصر هم یکی از ایناست. رو کاغذ مال عثمانیه ولی در واقع اختیارش دست مملوک هاست. خودشون بر خودشون شاهی دارن میکنن. انقدری که 1798 ناپلئون میاد، عثمانی اصلا نفهمید کی فرانسوی‌ها اومدن وارد مصر شدن. خیلی بی سر و صدا ناوگان فرانسه از وسط مدیترانه آمد. خبر که رسید تازه اینا باید با انگلیسی‌ها هماهنگ میکردن که ای بابا اینا اومدن با روسا مذاکره میکردن، از ایران نگران میشدن. سلطان عثمانی مونده بود چطوری از این ور اون ور آدم جمع کنه بفرسته به مصر، در حالی که دیگه نه نیرویی نه تمرکزی نه هماهنگی هیچی هم باقی نمونده بود. و ناپلئون هم با اراده قوی داشت میرفت جلو و میدونستم که مصر رو بخواد بگیره نیل رو باید بگیره. گفتیم یه دفعه توی ویدیوی ناپلئون تعریف کردم ناپلئون چقدر کتابای تاریخی میخوند از بچگی، داستان جولیوس سزار و آگوستوس و نمیدونم اسکندر و اینا، و چقدر دید استراتژیک داشت. طبیعیه که این آدم بدون اهمیت نیل رو، بدونه که گرفتن مصر از راه نیله. لشکر فرستاد روی نیل، از اسکندریه تا قاهره رفتن جلو و واقعا هم نگاه کنی معروفه و معلوم هم هست که اینا نرفتن فقط مصر رو بگیرن، رفتن مصر رو کشف کنن به یه معنی. همراه ناپلئون یه تیم 150 نفره هست از دانشمند و باستانشناس و اینها که رفتن به مصر. 150 نفر دانشمند و باستانشناس زمان فتلیشاه برداشته با خودش برده مصر. یعنی همزمان با توپ و تفنگ ابزارهای علم هم رسیدن به نیل. همونایی که نقشه برداری کردن، سطح آب نیل رو اندازه گرفتن، مصر جدید رو دیدن، مستند کردن، وصف المصر نوشتن، دیسکریپشن آف اجیپت نوشتن، یه سری کتابای قطور پر از اطلاعات درباره مصر که مصر رو یهو از یک افسانه رازآلود مبهم تبدیل کرد به یه موضوع جدی علمی. از بزرگترین تلاش‌های علمی قرن 19 برای شناخت دنیای باستان شناخت مصر بود. از دل همین تحقیقات رشته مصر شناسی درست شد. کم کم رمز هیروگلیف باز شد. سنگ روزتا پیدا شد، توش دیدن به 3 خط هیروگلیف مصر باستان و یونانی و چی نوشتن. برای اولین بار تونستن بخونن این خطو. یعنی مصر باستان از دل خاک برگشت به متن تاریخ. نیل حالا کم کم از یه رود مقدس تبدیل میشد به یه پدیده طبیعی که دربارش سوال علمی هست. آقا این روده به این مهمی، به این جالبی، این همه داستان، این همه تمدن، این اثر از کجا میاد؟ این طولش چقدره؟ عمقش چقدره؟ سرچشمش کجاست؟ اواخر قرن 19 برای خیلی از سالهای نیل و سالهای مصر بود، پر از سفرنامه و رقابت استعمارگرهای انگلیسی و فرانسوی و حتی آلمانی که بریم سرچشمه نیل رو پیدا کنیم. یه مسابقه بود برای اینکه کی زودتر به سرچشمه نیل میرسه. همونطوری که مسابقه بود کی زودتر مثلا به بعدتر قطب جنوب میرسه، کی زودتر به قطب شمال میرسه، کی زودتر به بالای اورست میرسه. یه مسابقه هم بود کی زودتر به سرچشمه نیل میرسه. به این رود عجیب از کجا قدرت میگیره. مردم محلی میدونستن 2 شاخه است، یه شاخش تو خارتوم نیل سفید و نیل آبی مثلا به هم میرسن. اینا اروپایی‌ها هم از قرن 17 فهمیده بودن که این نیل آبی مثلا از دریاچه تو اتیوپی میاد، اما سرچشمه نیل سفید و مخصوصا کسی نمیدونست. یه رازی بود، کنجکاوی بود برای آدمیزاد قرن 19. و خلاصه اینکه این لشکرکشی ناپلئون به مصر کاتالیزور قوی و مؤثری بود که توجه اروپایی‌ها رو جلب کرد به نیل و مصر و صنعت مد اروپا. میگن مثلا تیپ‌های فرعونی اومد توش، اجیپتومنیاش و سودازدگی مصری افتاد تو معماری و تو طراحی و تو هنر و تو دکوراسیون و مصر و نیل و اینا تو اروپا افتادن سر زبونا. اورینتالیسم، شرق شناسی میگن نقطه آزادش همین، نقطه آغازش همینجاست. و حواسمون باشه ناپلئون موفق نبود در مصر. ناپلئون در فتح مصر ناکام موند. ناوگان ناپلئون، ناوگان فرانسه، مغلوب نیروی دریایی انگلستان شد و ناپلئون دست از پا درازتر برگشت، یعنی فرار کرد. مصر شد زمین یکی از معدود ناکامی‌های فاتح بزرگی که خیلی کم شکست خورد. اما
اثرات فرهنگی و علمیش از این فتوحات ناتمام نظامیش خیلی بیشتر بود، هم بیرونی که گفتیم، هم تو خود مصر، چون از دل آشوب‌های بعد از فرار فرانسوی‌ها یکی بلند شد در مصر به نام محمد علی پاشا و این شد حاکم واقعی مصر. مصر یادمون باشه هنوز رسما رو کاغذ در حکومت عثمانی اون موقع، ولی با اختیارات محلی زیاد. والی مصر رو سلطان عثمانی تعیین میکنه و دیگه مالیات و بقیه کارا اینا با خود والی. با محمد علی پاشا عصر خدیوها شروع میشه در مصر. کم کم ارتش خودش رو درست میکنه، یه جاهای ارتشش رو خارج از مصر هم میفرسته، یه انگولکی به سلطان عثمانی هم میکنه. در سودان، در حجاز، در شامات ارتش مصر میاد علیه منافع عثمانی حرکتایی میکنه، شکست میده عثمانی رو. حتی آخرش اروپایی‌ها و از جمله بریتانیا و اینا میان دخالت دیپلماتیک میکنن که سلطان کله پا نشه، موازنه قدرت اینا در اروپا به هم نخوره. انقدر ولی قوی شده مصر. در نیمه اول قرن 19 با محمد علی پاشا مصر وارد دنیای جدید میشه. محمد علی پاشا آدمی که اصلاحات مهم میکنه، 40 سال در مصر حاکمه و مصر رو از یک استان آشوب زده شکست خورده در زمان در حکومت عثمانی تبدیل میکنه به یک دولت نیمه مستقل با ارتش مدرن، با برداشته قدم‌های اول صنعتی شدن رو برداشته، اصلاحات آموزشی، ساختار اقتصادی مستقل، اصلاحاتی میکنه که بعدن اینا میشه الگویی برای عصر تنظیمات عثمانی. ما داستان مشروطه ایران رو میخونیم، میگیم مشروطه خواهان ایران خیلی هاشون از تنظیمات عثمانی الهام گرفتن. تنظیمات عثمانی خودش الهام گرفته بود از این محمد علی پاشا. یعنی سر این رشته بگیریم به ایشون میرسیم در مصر. و همونطوری که قبلا هم دیدیم حاکم مصر اگر موفقه، اگر خوبه، حتما حواسش به چی بوده؟ به نیل بوده. و تو این دوره قصه نیل دیگه قصه طغیان و برداشت و مالیات و اینا نیست. نیل میشه بستر کشاورزی مدرن، ترابری جدید، سدسازی، مهندسی، مرکز پروژه مدرن سازی مصر. محمد علی پاشا بنیانگذار سلسله‌ای که دیگه آخرین پادشاهی مصر میشه، یعنی از اون موقع هست تا زمان قرن 20 زمان ملک فاروق که برادر زن اول شاه بود. تو این دوران استعمار هم البته وارد مصر میشه، اولش با وام دادن، بعد با نظارت، بعد با دخالت. یه فازی میگیرن اینا هم که مصر دیگه بخشی از آفریقا نیست و مصر جزئی از اروپا شده و پروژه پشت پروژه راه بیفته و راه آهن و کارخونه و تئاتر و مدرسه و شهرسازی اروپایی و کاخ و نور و نمایش و از همه بزرگتر، از همه مهمتر، از همه پر اثرتر، تاریخی‌تر دیگه پروژه کانال سوئز، یک پروژه قول پیکر مهندسی واقعا که از قرنها قبل رؤیای حاکمان و بازرگانان بود که این کانال باز بشه از مدیترانه مستقیم بره تو دریای سرخ. در قرن 19 با حمایت سرمایه‌دارای فرانسوی و البته با جاه طلبی اسماعیل پاشا پادشاه خدیو مصر عملی شد. بالاخره کانال سوئز افتتاح شد. داستانش یه بار کامل تعریف کردیم دیگه. یه مسیر آبی باریک وصل میکنه مدیترانه رو به دریای سرخ. راهی که اروپا میخواد به هند بره، به جنوب شرقی آسیا بره رو یهو خیلی کوتاه میکنه. یعنی مصر دوباره مثل هزاران سال قبل میشه گلوگاه تجارت جهانی. منتها دوره استعمار این بیشتر از این که به نفع خودش باشه، به نفع دیگرانی که کانال رو دارن کنترل میکنن. اول از همه هم فرانسوی ها و بعد انگلیسی ها راهشون رو پیدا میکنن. پول کم میاره، مجبور میشه سهامش رو بفروشه اسماعیل پاشا. انگلیسی ها سهام رو میخرن. با یک ترکیبی از بدهی و طمع و موقعیت استراتژیک و اینا مصر میفته دست استعمار. در 1882 نیروهای بریتانیا وارد مصر میشن. مصری رو که دوباره بگم هنوز رو کاغذ جزء عثمانیه اشغال میکنن و در عمل میکننش مستعمری. بریتانیا میگن ما باید نظم و حفظ کنیم، کنترل کانال سوئز رو میخوان داشته باشن، در واقع همونطوری که میخوان کنترل همه گلوگاه‌های دریایی مهم دنیا رو داشته باشن، از جبل الطارق تا مالاکا تا ماکو، همه جا رو میخوان داشته باشن. کانال سوئز رو هم میخوان داشته باشن و میفته دستشون. کانال سوئز میفته دستشون. مسیر رفت و آمده به هند رو هم اینطوری بر خودشون امن و سکیور میکنن. کم کم حضور انگلیس انقدر اونجا زیاد میشه، مثلا وقتی میخوای سیاست‌های بریتانیا رو در
ایران قرن 19 بررسی کنی، یه جاهایی میبینی که کافی نیست که بگی مثلا انگلیسی‌ها اینو میخواستن در ایران، به خاطر اینکه یه دونه انگلیسی‌ها نداری، 3 تا بریتانیا داری. بریتانیای هند داری، یه چیز میخواد. بریتانیای لندن داری، یه چیز میخواد. بریتانیای مصر داری که اینا ممکنه یه چیز دیگه بخوان واقعا. و اینا در مصر مستقرن، نیل رو قشنگ گرفتن برای خودشون، نیل رو تبدیل کردن به لوله تغذیه امپراتوری، مدلی که حالا مال مصر هم نیست دیگه. اینا در هند هم همین کارو کردن. اونجا هم رودخونه‌های مثل گنگ و سند و اینا رو با سد و کانال و اینا مهار کردن، نه برای مردم هند، برای کارخونه‌های بریتانیا. در هندم مثل مصر پنبه، نیشکر، چای، ادویه اینا رو میگرفتن صادر میکردن، به جاش پارچه و کالای انگلیسی وارد میکردن. ساختار اقتصاد استعماری دیگه اونو اینجا هم پیاده کردن، در مصر هم پیاده کردن. مواد خام بومی به اضافه نیروی کار محلی، سود ازش در بیاد برسه به لندن. سیستم امپراتوری بریتانیا این بود. برای اینکه مثلا یه خورده بفهمیم اینو با کاری که انگلیس در ایران میکرد مقایسه کنیم تا ما درک بهتری پیدا کنیم، چون تو انگلیس این برنامه رو نداشت، استعمار نشده بود، مستعمره نبود ایران دیگه. فرمول در ایران فرق میکرد. در ایران حضور اقتصادی و سیاسی زیاد داشتن انگلیسی‌ها، ولی مثل مصر و هند عمیق و سیستماتیک نبود. ایران نه تولید انبوه مواد خام داشت اون شکلی، نه رودخونه‌ای داشت که بشه باهاش مثلا کشاورزی صنعتی کرد. یعنی ما وقتی میگیم ایران مستعمره نشد، شاید یه داستانش هم اینه که ایران واقعا نیل نداشت، ایران سند نداشت، ایران گنگ نداشت، ایران حتی بازار بزرگ داخلی نداشت که کالاهای بریتانیا بخواد تو مقیاس بزرگ توش جذب بشه. اینم شاید مؤثره در این که ایران مستعمره نشد. و نقش بریتانیا در ایران زیاد بود، ولی بیشتر سیاسی بود و استراتژیک بود و بیشتر دنبال مهار روسیه بود، دنبال کنترل راههای ارتباطی به هند بود، تا اینکه بخواد تو خود ایران یک کاری بکنه، مزرعه تولیدش بکنه یا بازار مصرفش بکنه و اینا. در مصر ولی اینطوری نبود. در مصر با نیل، پنبه، راه آهن یک مستعمره کامل درست کرد. از خاک مصر تا آب نیل همه در خدمت چرخهای کارخانه صنعتی بریتانیا رفت. یعنی رودخونه‌ای که هزاران سال رگ حیات مصر بود، حالا شده بود لوله تغذیه یک امپراتوری بزرگ دیگه اون طرف دنیا. و چیزی که انتظار داریم بعد از استعمار اینطوری اتفاق بیفته چیه؟ یک جنبش استقلال طلبی ملیگرایی دیگه. جنبش ملیگرایی مصر هم در واکنش به همین استعمار شروع شد طبیعتاً. اول قرن 20 مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول پادشاهی مصر حالا دیگه بعداً کم کم مستقل شد ولی خب انقدر کانال سوئز برای بریتانیا مهم بود که ول نمی‌کرد. برای همین عملاً تا پادشاهی هست کنترل بریتانیا هم هست، روی ارتش هست، روی روابط خارجی مصر هست و روی کانال سوئز هست، تا اینکه دیگه در 1952 زیر و رو میشه سیستم. 1952 میشه 1 سال بعد از سقوط دولت ملیگرای مصدق در ایران. در مصر اون موقع جمال عبدالناصر کودتا میکنه. جمال عبدالناصر و افسران آزاد کودتا میکنن، جمهوری عربی مصر رو درست میکنن. یه خورده جاهای دیگه درباره‌اش صحبت کردیم، واردش نمیشیم. ربطش که اینجا دوست دارم تکرار بکنم به داستان نیل، دوره ناصر میشه دومین دوره در تاریخ مصر که یک ایده ای رو مصری‌ها در کنار نیل دیولپ میکنن، گسترش میدن و بعد اینو میخوان بفرستن به جاهای دیگه. این بار به سرزمین‌های عربی دیگه، به شامات و سوریه و پان عربیسم رو اینطوری میخوان قدرت بهش بدن. 10 قرن بعد از فاطمی هایی که از کنار نیل میخواستن گسترش بدن با ایده هایی که با الازهر و اینا برن دنیای اسلام رو بگیرن، حالا جمال عبدالناصر میخواست بره دنیای عربی رو اینطوری یک پارچه کنه و متحد کنه، بازم از کنار نیل. اتفاق بزرگ بعدی درباره نیل رو هم باز همین ناصر رقم میزنه، اتفاقی که اونم باز نشونمون میده چرا تاریخ مصر تاریخ نیله و تاریخ نیل داستان مصره. سد اسوان رو میسازن. سد اسوان خیلی هم داستان جالب و قشنگی داره، یه بخشی از قصه مصر رو میگه. واقعا کشورهای اطراف مصر اینا خب همه مستعمره بودن در قرن 19 و اوایل 20، همه مستعمره بود به جز اتیوپی. البته اتیوپی از اون کشورهایی که هیچ وقت مستعمره نشد. دوره استعمار که تمام شد، یکی یکی در حوزه نیل کشورهای جدید
درست شدن. سودان و اوگاندا و کنیا و رواندا و تانزانیا، کلی کشور مستقل جدید با مرز تازه که اینها هم حالا از نیل سهم میخوان. این برای نیل هم یه دوره جدید دیگه کشورهای حالا هستن که اینا هم میخوان عقب موندگی رو جبران کنن و نیل رو برای توسعهشون لازم دارن. سودان و جاهای خشک مصر اینا بارندگی منظم که ندارن، اصلا تنها منبع جدی آب شیرینشون نیله. بدون نیل آب شهری هم نمیتونن تامین کنن، چه برسه به کشاورزی. اونم کشورهایی که بعضی بخش بزرگی از اقتصادشون هنوزم کشاورزیه. و بعد وقتی میخوان برن توسعه، یعنی نیروگاه برقابی هم میخوان، به عنوان بزرگراه هم لازمش دارن، شهرهای بزرگی هم کنار این دارن. اینا واقعا نیل رو میخوان، همون قدری که مصر در قرنهای گذشته لازم داشته، اینا هم آب نیل رو الان لازم دارن. اون وقت مصر اومد اینجا یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی جهان عرب رو در قرن 20 هوا کرد. سد اسوان رو ساخت با کمک شوروی و اینطوری عملاً دعوا رو سر نیل برد مرحله بعد، جدی کرد. مصر که سد بزرگ ساخت، اتیوپی هم رفت بالا دستش یه سد بزرگتر زد. بعد اوگاندا و سودان و اینها هم رفتن سراغ پروژه های سدسازی بزرگ که نتیجهش این میشد که آب پایین دستی که میخواست به مصر برسه هی کم میشد. برای مصری که 95% جمعیتش بر نیل زندگی میکنن، این دیگه تهدید امنیتی بود. در نتیجه بین اینها درگیریه. مصر و سودان تو این درگیری استناد میکنن مثلا توافقهای دوره استعمار، میگن ما اونجا بیشتر سهم داشتیم از آب نیل. مصر میگه من حق وتو داشتم درباره پروژه های بالا دست. بقیه میگن ما که نبودیم، شما با انگلیسی‌ها توافق کردین. خلاصه گرفتاریشون زیاده. ما مثلا میگیم نیل، فقط فکر میکنیم مصر، فقط یاد مصر میافتیم، ولی واقعیتش اینه که الان فقط مصر نیست دیگه، اینای دیگه هم هستن و بعد پیچیده است. در قرن 21 نیل رودیه که از 11 تا کشور میگذره، 11 تا کشور که هر کدومشون یه جور گرفتارن با میراث استعمار و چالش‌های توسعه و نیازهای جمعیتی و خب هم سهم میخوان. در نتیجه این رودخونه‌ای که قرنها تمدن میساخته الان شده منشأ رقابت و بی‌اعتمادی و چانه‌زنی‌های ژئوپلیتیک و هرچه امنیت آبی مهمتر، نیل مهمتر. نه فقط به عنوان منبع، بلکه اصلا به عنوان معیار قدرت، هم برای ملت‌های شرق آفریقا، هم قدرت‌های بزرگ دیگه. چین میاد اتیوپی سرمایه‌گذاری میکنه، آمریکا از مصر حمایت میکنه، اتحادیه اروپا یه جور، به خاطر اینکه کنترل نیل مثل همیشه، یعنی نفوذ در حالا قلب ژئوپلیتیک شمال و شرق آفریقا. نیل همیشه دیدیم دیگه بیش از یه رودخونه بود، از زمان فرعون تا خلیفه فاطمی، از زمان سزار آگوستوس تا جمال عبدالناصر، همیشه بیش از یه رود بود. 3800 سال پیش فرعون مصر میگفت مصر بخشی از نیله، نه که نیل یه بخشی از مصره، مصر میگفت بخشی از نیله. هرودوت یونانی میگفت مصر اصلاً هدیه نیله. رودکی میگفت مکی به کعبه فخر کند، مصریان به نیل. عمر خلیفه اسلامی وقتی بهش گفتن خشکسالی شده، میگن نامه نوشت به نیل، یه نامه داد امراض انداخت تو آب که ای نیل به امر خدا جاری شو. جمال عبدالناصر میگفت نیل شریان ملت مصر، اگه وایسه ما میمیریم. و ما در طول تاریخش هم دیدیم هر کی خواست مصر رو داشته باشه اول باید با نیل کنار می آمده. از کمبوجیه تا اسکندر تا عمر ابن خطاب تا محمد علی پاشا تا ناپلئون، همه فهمیدن که نیل فقط آب نیست. نیل یعنی حکومت، نیل یعنی مشروعیت، نیل یعنی زنده موندن. در مصر باستان نیل فقط رودخونه نبود، نیل یک ایزدی بود. اسمشو گذاشته بودن خدای سیلاب، هپی، خدای زایش. هر سال که آب می اومد بالا مردم میگفتن هاپی برگشته، یعنی زندگی دوباره شروع شده. نیل نشونه بازگشت حیات بود. در اسطوره‌های مصری خدای کشته شده باروری هر سال با طغیان نیل زنده میشد، یعنی خود رودخونه جون میداد به زمین، به مردم جون میداد، به نظم دنیا، به فرعونها. قدرت همه از همین رود بود. و هر کی هم بر مصر میخواست حکومت کنه با نیل خودش رو پیوند زد. ستون فقرات مصر نیل بود، چه وقتی نان روم رو میداد، چه وقتی برق قاهره رو تأمین میکرد. همیشه مهم بود برای کسایی که اطرافش حکومت میکردن. دورانهایی برای حاکمان مصر، الان هم برای حاکمان مصر و سودان و اتیوپی و دیگران که همچنان سر نیل باید مذاکره کنن و
همدیگر رو تهدید کنن. تاریخ رو اینطوری که میبینیم، تاریخ نه تنها همیشه داستان فاتحان نیست، بلکه اصلا همیشه داستان آدم‌ها نیست. یه وقتایی تاریخ داستان یه رودخونه است، داستان رودخونه‌ای که قرنها شکل داده به ذهنیت آدم‌ها و به زندگی آدم‌ها، دورش، اطرافش و حتی یه مقدار دورتر از خودش، مثل داستان نیل.